ملکه خانم؟ ملکه خانم صدای منو میشنوی؟ ملکه خانم؟ ملکه خانم اگه صدای منو میشنوین دستمو فشار بدین. من دنیس، پروفسور جراح جناب تونج هستم. عملتون با موفقیت تمام شد. جایی برای ترسیدن نیست. خانم پرستار، کارایی لازم انجام بدین. سلام، با غیران ملاقات داشتم. ببخشید اسمتون؟ گوگچه یوجل. منتظر بمونین، سرش یکم شلوغه. بهش بگید انقدر رو مخم را نره. یه کاری میکنم حسرت خوانندگی بمونه رو دلش، فهمیدی؟ احمق. با کی قرار دارم؟ بگو بیاد. منتظرتونن، بفرمایید. اگه اون کارم من باید انجام بدم، واسه چی دارم به تو پول میدم؟ ها؟ یالا بگو دیگه، واسه چی به تو پول بدم؟ ها؟ یه کارم خودتون حل کنین. باشه قطع کن، من قطع میکنم. تو دیگه کی هستی؟ گوگچه. گوگچه فامیلی نداره؟ یوجل. من گوگچه یوجلم. باهاتون قرار ملاقات داشتم. همونی که اونو رو معرفی کرده. خیلی خوب، بشین. آمده ای رئیس. من براتون یه خبر خوب دارم. ملکه خانم بیدار شدن. باشه میتونم ببینمش؟ الان کجاست؟ اتاق 301. ملکه نجات پیدا کرد. 100 تا گوگچه یوجل داریم. کدومش تویی؟ نشون بده. این داری شوخی میکنی؟ 420 فالوور؟ این چیه؟ واقعا پیج دینه؟ آره، چرا؟ یه وقت چشم نخوری عزیزم. تازه پرایوتم که هست. متوجه نشدم. اگه واقعا یه دختر با استعداد بدی تا الان باید حداقل 5000 تا فالوور می‌داشتی عزیزم. خب از خودت بگو. کی هستی؟ اهل کجایی؟ چی کارا میکنی؟ اینجور چیزا. خیلی خوب. ظاهراً همه چیز کاملا خوب به نظر میاد ملکه خانم. من مطمئنم مثل روز اول حالتون خوب میشه، اما چون از طرفداران پراپا قرصتون هستم نمیشه بدون گرفتن امضا شما رو مرخص کنم. حالت چطوره؟ خوشگل ترین مامان دنیا. دیگه هیچ وقت ولت نمی کنم، قول میدم. دیگه کاملا خوب شده؟ یعنی دیگه چیزی نیست که بخوایم بابتش نگران باشیم دکتر؟ آره الان حالش کاملا خوبه، نباید زیاد سر و صدا کنیم، به استراحت نیاز. ملکه خانم خوشحالم که خوبین. خدا دوباره شما رو به ما داد. ممنون نازان خانم. آره میخواستم شما رو تو خونم ببینم، نه اینجا و اینجا. سرنوشت کار خودشو میکنه. دکتر
در مورد مهاجما میشه بهش بگم؟ اصلا اینو توصیه نمی کنم. باشه. بچه ها چطورن؟ مامان جون. ملکه خانم، استرس براتون اصلا خوب نیست. آروم باشین. با تو ازگار کجا؟ متاسفانه نتونستیم اونا رو نجات بدیم. جسداشونو برای دفن فرستادن به شهر خودشون. اونا خیلی جوون بودن. اونا مردن ولی من هنوز زندم. این کار سرنوشته. به خاطر من مردن. بازم به خاطر من. داداش اونور اومد. داداش اونور اومد بچه‌ها. داداش اونور اومد. داداش اونور خوش اومدی. داداش اونور اومد. داداش اونور. چطورین بچه‌ها؟ خوشحالمون کردی. بچه حالتون چطوره؟ بچه‌ها بیاین اینجا. بیاین اینجا. باشین. دمت برای گرم همتون گرفتیم. اینجا را دست زود باشید. زود باشید. مواظب باش. راستش اگه حقیقتو بگم کلا از گروه موسیقی جدا نشدم. مسابقه هم دادم اما اونجام به خاطر پارتی بازی نتونستم کاری انجام بدم و بعدشم به هر حال الان اینجا. باشه، پس فعلا نمونه صداتو واسمون بفرست. نمونه صدا؟ نمونه صدات چیه؟ نکنه نمونه صدا نیاوردی؟ خب اونور به هم چیزی نگفت. ای بابا، نگو اول صبحی میخوای اعصابمو خورد کنی. خب اگه میدونستم من باشه، همه چی واسم روشن شد. فالوور نداری؟ نمونه صدا نیاوردی؟ تو مسابقام که پلاسی. کلن یه خواننده یا موتوری. ببخشید اما من با موتورا کار نمی کنم. میتونی بری. اما اونور به هم گفت من. اونور کیه؟ چی گفته؟ این که برو پیش ایرن یلدیز که معروفت کنه. خب باشه یه لحظه، من یه ویدیو دارم. چه ویدیویی؟ یه بار با دوستام تو خیابون خوندیم و آپلودشم کردم. تو خیابون؟ آره، میخواستیم یه چیزی خونده باشیم، فقط همین. الان بهتون نشون میدم. کیفیت ویدیو خوبه؟ اونور خودش فیلم برداری کرده. کارش خوبه. خدا لعنتت کنه تونان. چی شد؟ دوستم پاکش کرده. باشه، الان زنده براتون میخونم. چی کار میکنی؟ زنده میخونم. واقعا؟ Söyleyin yarime baharları beklesin. Söğüdün dalları bugün eğilmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Seni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim buralarda. بس اول صبحی حوصله ندارم. معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. دیشب اصلا نخوابیدم. صدام تو حالت عادی خیلی بهتره، اما الان باشه، پس یه کاری میکنیم. امروز شمارتو به منشی بده، باها تماس میگیریم. باشه؟ خب صدام پتانسیلشو داره؟ پتانسیل؟ باشه گوگه، خودت خواستی. راستش تیپت بد نیست، هیکلت هم خوبه، خوشگلی. وارد جزئیات صداتم نمیشم، اما فقط میگم بدک نیست. اون آقای دم درم تو 5 دقیقه 10 تا مثل تو رو واسم پیدا میکنه. چه چیز خاصی داری؟
منظورمو که میفهمی. یعنی تو چه چیز خاصی داری که من بخوام باهات کار کنم؟ واسه همین بفرما، میتونی بری. یه لحظه، این چه برخوردیه؟ رفتارتون اصلا خوب نیست. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ آره. خوش اومدی عزیزم، به اونورم سلام برسون. خدا نگهدار. خداحافظ قناری خوش صدا. خوش اومدی. گریه نکن گوچه، حواست باشه، الان وقتش نیست. بهتون نشون میدم. یالا پاس بده. زود باش دیگه، شوت کن. من اینجام داداشونو. پاس بده. بده به من. زود باش پاس بده. داداشونو با تو. داداشونو پاس بده. شوت کنش. گرفت به خدا. داداشونو حمله کن. اگه جرأت داری بیا. گل داداشونو گل زد. داداش پاس بده. چی شد؟ چی شد؟ الان داری میپرسی جلسه کاریم چطور پیش رفت؟ بگو دیگه چی شد؟ زود باش دیگه، بدش من. خیلی حالم بده، افتضاحم اونور. کجایی؟ چی کار میکنی داداش؟ باشه همونجا باشه، الان میام. بنداز دیگه، زود باش. زود باش. خب چیا بهت گفت؟ هرچی خواست بارم کرد. آخرش چی میخواستی بشه؟ از همه چی میراد گرفت، منم نتونستم هیچی بهش بگم. الانم باید برم بیمارستان. باشه من میرسونمت. چرا منو بهش معرفی کردی؟ فقط میخواستم کمکت کنم، اما مشخصه اشتباه کردم. اینو ببین تو رو خدا. ای بابا، اول آقا ایرین، الانم تو. شما با من دشمنی داری؟ دخترم کجایی؟ تو راه هم دارم میام. دارم بهت زنگ میزنم جواب نمیدی. خدا رو شکر ملکه خانم به هوش اومد. جدی میگی؟ باشه دارم میام. میبینمت عزیزم. باید چی کار کنم؟ ما باید چی کار کنیم؟ من باید چی کار کنم؟ بهم گفتی برم پیش ایرین یلدیز که اونم از خجالتم در اومد. یه چیزی میپرسم، فقط به خاطر اینکه خیلی کنجکاوم. دخترای مثل تو، یعنی دخترایی که حسابی عاشق شهرتن، چرا فقط به فکر خودشونن ها؟ حتی یه لحظه هم به فکر بقیه نیستن. واقعا میخوام اینو بدونم. ها؟ نگهدار پیاده میشم. ماشین رو نگهدار پیاده میشم. بچه نشو. باشه. نباید آبجی ملکه رو منتظر بذاریم. بقیه‌اش مال خودت. ایشالله خدا به کارت برکت بده. با این خانم خوشگلت همیشه خوشبخت باشی. ممنون، لطف دارین. گلو بگیر. نمیخوام. رسمه واسه مریض گل ببری. فهمیدی؟ ها؟ بگیرش.
نکنه فکر کردی واسه تو گرفتم. میشه بری؟ راستی شب بیا کافه باشه. به قضیه ایرانم زیاد فکر نکن. یه جوری حلش میکنیم. دیگه چیزی ازت نمیخوام. من ازت میخوام. هنوز باهات کار دارم دختر. سلام، اتاق ملک جاندان کجاست؟ هر اتفاقی افتاد به همون اطلاع بدیم. باشه، ما باید در جریان باشیم خانم. اوه، ببین کی اومده. آبجی ملکه چطوره؟ داخلی؟ خوابه. دکتر گفت نیاز به استراحت داره. بهش میگم که تو اومده بودی. نه، منتظر میمونم. چیزی شده؟ مگه تو الان سرت شلوغ نیست؟ کار نداری؟ رو صحنه رفتن، مدیر برنامه، جلسه؟ تو واقعا خیلی بیخیالی. چند نفر به خاطرت مردن. اصلا متوجه هستی؟ اون بیچاره به خاطر تو زخمی شده اما بازم چیزی بهت نگفت. تو فکر میکنی من ناراحت نیستم؟ من میخواستم اینطوری بشه. من میرم تو فعلا. واسه پاک کردن ویدیو هم ممنونم. هنوزم از ویدیو حرف میزنه. گوگچه. آبجی ملکی بیا. حالت خوبه؟ آره دخترم. همه اینا به خاطر من اتفاق افتاد. واقعا نمیدونم چجوری معذرت بخوام. خودتو مقصر ندون دخترم. اون نگهبانم به خاطر من. مامانت اومده بود اینجا. میدونم، با هم یه جا اومدیم اینجا. بعدش واسه من یه کار فوری پیش اومد و مجبور شدم برم. آبجی ملکه، من به دروغ گفتم. دیروز گفتم رفتم خونه، بعدش زدم بیرون، رفتم کافه‌ای که بهم پیشنهاد کار داده بودن. میدونی واسه اولین بار رو صحنه آواز خوندم. گوگچه. آبجی جون، ببین اونجا مثل چیزی نیست که تو فکر میکنی. خیلی با کلاس بود. منم واقعا خیلی خوشحال بودم. جدی میگم. انگار حرفای منو با یه گوش شنیدی و از گوش دیگه در کردی دخترم. اینطوری نگی. مگه میشه؟ شما باید بیشتر منو درک کنی. بهتره کشش ندی. من یکم استراحت کنم. من کار بدی نکردم. من کار بدی نکردم. باشه، پس من مزاحم نمیشم. الو نازان، کجایی؟ دارم میام. حالی چی شده؟ خب گشنمه، تو خونه هیچی نیست بخوریم. عمل این زنه تموم نشد؟ چرا تموم شد؟ خدا رو شکر تموم شد. پس برای چی هنوز اونجایی؟
نه مامانته نه باباته. پاشو بیاد دیگه ای بابا. باشه تو رو هم دارم میام. عجله کن یالا. آها گوگچه یالا بریم خونه قرقره، یه حالی داره شروع میشه. خبر مرگش. درست حرف بزن گوگچه. مامان راحت هم بزن لطفا. خدایا خودت به هم صبر بده. تویی تونان. آره مامان جون. ببینم چیزی میخوای؟ آره خیلیم میخوام زمان به عقب برگرده. شیر دارم. انگار آب شدن رفتن تو زمین. آخه مامان جون کجایی؟ پیداشون میکنیم ملکه، یکم صبر داشته باش. آخه چجوری؟ به نظر جایی مونده نپرسیده باشی؟ ببین منو، اینجوری که چیزی حل میشه. اگه میخوای نتیجه بگیری باید سرتو بالا بگیری. بعد اینجور سختی ها وقتی پیداشون کنی یه حس خیلی خوبی بهت دست میده که نگم برات دختر. روزنامه داداش روزنامه دارم. روزنامه خواننده مشهور سلین منتظر یه بچه. ببین این چی داره میگه؟ روزنامه دارم. روزنامه میخری؟ نیاز نیست نگران باشی. ببین هر کی ازت پرسید باید انکار کنی، باشه؟ هر اتفاقی هم که افتاد نباید گردن بگیری، باشه؟ باشه بیا بریم. سویم این چیه؟ صبح بخیر، خوش اومدی. بی خیال این حرفا، بخونش. خدایا این حرفا رو از کجا میارن؟ حتما یه چیزی میدونن که اینو چاپ کردن. اگه بارداری بگو. چرا؟ اینم قدغنه؟ میریم پیش دکتر. اگه واقعا باردار باشی باید به دنیا بیاریش. منظورت چیه؟ ملکت، عشقت، واسه همچین اتفاقی نباید از چشمت بیفته. اگه مادر بچم باشه بله، زاهده. احمد من باردار نیستم. واسه یه خبر الکی هم نمیرم دکتر. حق نداری منو این شکلی تحقیر کنی، فهمیدی؟ میریم خوبم میریم. حاضر شو. نمیرم. احمد عشقم، چرا متوجه نیستی اینجوری میخوان بندازنت تو تله؟ این از تایید کردنم بدتره. اگه بریم دکتر میدونی چی میشه؟ خبرش منفجر میشه. بعدش هم همه چیمونو ازمون میگیرن. چرا نمیفهمی آخه ها؟ چرا؟ یعنی کی میتونه باشه؟ همچین نقشه‌ای کی میتونه بچینه ها؟ معلوم نیست کیا پشت این قضیه. میخوان با احمد من در بیفتن. التماس میکنم عشقم، حواستو جمع کن. در ضمن اگه من باردار باشم بعد یه مدت از روی شکمم میفهمی عزیزم. عشقم یه چیزی بگو خواهش میکنم. من دیگه میرم. خدا لعنتشون کنه. خب الان تو بهم بگو این خبر چطوری پخش شده رشاد؟ آدمشو پیدا میکنی و کاری میکنی که به غلط کردن بیفته، فهمیدی؟ خیالت راحت باشه. از سویمم چیزی پرسیدی؟ بله پرسیدم. سویم انکار میکنه، میگه دکترم نمیرم. زیر بار نرفت. اگه حقیقت داشته باشه
بچه منو به دنیا میاره. فهمیدی؟ بفهم کار کیه. چرا نشستی رشاد؟ خیالت راحت. چه شبیه امشب. خوشحالم بعد این همه مدت میبینمت. بیا دیگه بریم هم دیگه برقصیم عزیزم. اوه خوش اومدی. مدل موهام چطوره؟ قضیه تو و ایرنو شنیدم دختر. واقعا با همه فرق داریم. وقتی میای صدای پاهات از همه جاده ها میاد. خوب منو نگاه کن. شاید بهتر شدیم ها؟ خیلی خوب بچه ها، شبتون چطور میگذره؟ خوب. آماده خوشگذرونی هستی؟ بله. آماده ای؟ بله. شروع میکنیم. Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun. Zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler. İlahi sevgilim, sen kimi kandırıyorsun? Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki. Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım. Bir tatlı tesadüfken şimdi acı tecrüben. Oldum ben de yanıldım, sen hep biraz yalandın. Sıfır tolerans, hadi giyip durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısasa aşk kalır verdiğini. Acısı kalır son sözü söyleyenin. Sıfır tolerans, hadi giyip durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısasa aşk kalır verdiğini. Acısı kalır son sözü söyleyenin. یه آبروریزی حسابی. وای این چه وضعشه؟ چی شد؟ اینجا چه خبره؟ این چه وضعشه؟ چی شده؟ این دیگه چه جورشه؟ موهاتم خیلی خوشگل شده. مگه نگفته بودم تو کلوپ من کسی حق نداره از این کارا بکنه؟ من کاری نکردم. بچه ها معذرت میخوام، یه مشکل فنی پیش اومده. خیلی زود حلش میکنیم، لطفاً آروم باشی. بهت گفته بودم. را بیافت. را بیافت. چیکار میکنی؟ دستمو ول کن، درد گرفت. همینجا منتظر بمون. تو بیا، کارت دارم. زود باش. باشه اومدم. سری درستش کن. باشه آخرت باشه که از سر کارت پا میشی. فهمیدی چی گفتم؟ بله خب باشه. تو چیتی؟ را بیافت. فکر میکنی کی هستی که تو کلوپ من درد سر درست میکنی ها؟ حرفاش رو مخم بود. میخواستی چی کار کنم؟ Her
حالا که اینقدر خفنی برو تو خیابون آواز بخون. برو گم شو، کارت ندارم همین الان. Suçüstü tövbeler, kalbar darbeler. İlahi sevgilim, sen kimi kandırıyorsun? Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki. Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım. Bir tatlı tesadüfken şimdi acı tecrüben. Oldum ben de yanıldım, sen hep biraz yalandın. Sıfır tolerans, hadi git durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısasa aşk kalır verdiğini. Gittiğinde beni terk eden adımlarından utan diye. Düştüğümde beni kaldıran ellerinle oku diye. Adresiz zarfların şefkatine teslim edilmiş yüzlerce mektup yazdım sana baba. صبح بخیر. چه خبر ها؟ چایی مونده مامان؟ هست اینجاست. کاری واسم سراغ نداری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واسه به دست آوردنت باید کوه ها رو میکندم. وقتی اون کوه ها رو میکندم اسم منو هر جایی میدیدی میومدی. هر جایی که اسم گوگچه یوجل میومد. 1855 کروش. من نمیگم میبخشمت چون نمیتونم. واقعا راست گفتن که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. اینم دمپاییات تمیزن. بگیر بپوش. خیلی ممنون. بگیر بپوش. دلم تنگ شده بود. معلومه که تنگ میشه. ببین همه جا رو تمیز کردم. به خدا همه جا تمیزه. گردگیری هم کردم. ببین این دستا رو در حال گردگیری تصور کن. تصورشم قشنگه. نمیخوای پشت سرت یه بالش بذاری؟ اینجوری خسته میشی مامان. خوبم. تو نه. زیر پات چیزی بذارم؟ ببین بهم گیر نده. خیلی هم خوبم. نگران نباش. میبینم به گلامم آب دادی. آره دادم. آفرین به پسر خودم. خب بگو از تو چه خبره؟ هیچی. گوگچه غیبش زده. دیگه بی خیالش. بذار به زندگیش برسه. میخوای بهش زنگ بزنم؟ البته نیازی نیست. بذار هر کاری دلش میخواد بکنه. دختره قاطیه. یه روز هی دور و برته، یه روزم پیداش نیست. از اون مدل‌ها که نمک میخورن و نمکتون میشکنن. آخه یعنی چی؟ معذرت خواهید کو.
یه معذرت خواهی بدهکار نیستی؟ نه. اگه دلت براش تنگ شده بهش زنگ بزن. کی؟ من؟ چرا دلم تنگ بشه؟ تا میبینمش اعصابم به هم میریزه. همون بهتر که ازمون دور باشه. نظرت چیه برم سیمیت بگیرم و با چایی بخوریم ها؟ آره برو، منم باید به محل کارم زنگ بزنم. آره یه چایی بخوریم. یعنی بی خیال بابا. کلیدا رو برداشتم. اینم چاپ احمده. به نظر من نباید از دستش بدین. باشه اینم میگیرم. اینم مراسم استانبوله. کاباره، هجران احمد باتون، رشاد باتون، سویم سویلو، ملکه جاندان. دمت گرم. اینا رو هم میگیرم. راما بدرقشون کن. پس بفرمایید. ممنون آقا آنار. من دیگه رفتم. بفرمایید. از این طرف. به هیچ عنوان نمیذارم خاطره یازت بمونه. تو هم رشاد باتور. چی شده؟ رئیس ها؟ اگه میخوای خبر این دختره رو وسط بیارم. نمیخوام راما، نمیخوام. اجازه میدین؟ ببینم این دیگه چه حرفیه ها؟ ما با هم تعارف داریم. بگیر بشین دیگه. رئیس میدونم خودت بهتر میدونی، اما تو گوشید عکس دختره پیداست. راما داری از من حساب پس میگیری؟ نه استغفرالله. دیگه تموم شد. پاکش میکنم. در ضمن مثل تصادف ماشین بود. چیزی تم شد؟ تو چه مرگته پسر؟ چرا انقدر تو فکرشی؟ یه بارم بهت زنگ نزد. واقعا هم زنگ نزد. داداش سیمیت میخوای؟ بهش زنگ میزنم. آره زنگ بزن. چند تا واسط بزنم داداش؟ جواب نمیده. آخه چرا بهش زنگ میزنی؟ چرا الکی خودتو کوچیک میکنی ها؟ داداش من 2 تا میخوام. سیمیتات تازه است دیگه. آره تازه است. داغه. تازه اونا رو پختم. داداش میگم شاید کار داره که جواب تلفنتو نمیده. آخه تو خیلی خوش تیپی. باورم نمیشه زنی جواب تلفن تو رو نده. محاله. داداش سلیره شد. ها؟ چی؟ آره. راست میگی. ببخشید. زود قضاوت کردن اصلا خوب نیست. آره. الو چطورین خاله نازان؟ منم خوبم. میگذره دیگه. زنگ زدم یه چیزی بپرسم. چیزه؟ گفت چطوره؟ خانم محترم میشه یکم عجله کنین؟ من کار دارم. شلوغه. منم سرعتم همینقدر آقا. نیم ساعت تو صفم. میشه یکم زودتر کار مشتریا رو راه بندازین آخه؟
این یکی مال من نیست. منظورتون چیه؟ تو فاکتوره. گفتم که مال من نیست. مطمئنم. اون مال منه. میشه یکی بیا صندوق چک کنه؟ همینا کم داشتیم. معذرت میخوام، دوستمون تازه کاره، الان حلش میکنیم. حواستو جمع کن. یکم مدیریت کنین، ما کار و زندگی داریم آخه. این کار و زندگی که میگی چقدر مهمه؟ چرا اینقدر عجله داری ها؟ تو دیگه این وسط چی میگی؟ میگم الان که از اینجا بری بیرون فوقش تا خونه فقط موبایلتو چک میکنی، بعدم جلو تلویزیون لم میدی، بقیه هم گور باباشون. کار و زندگی که میگی نهایتش همینه. آره داداش، فهمیدی؟ شما به کارتون برسی. ببخشید. میشه 55 لیر. چه خبرها؟ با 100 برگ زیتون آوردم. خدا خیرت بده. ممنونم واقعا. چطور پیدا کردی؟ مامانت بهم گفت. خوبه؟ حتما به خودت افتخار میکنی. بزرگش نکن. خب بگو چرا از کلوب اومدی بیرون؟ بی خیالش. آبجی ملکه چطوره؟ خوبه. تازه مرخص شده. دنبالت میگشت. اینطوری نیست. دیگه نمیخواد منو ببینی. حرفاشو جدی نگیر. روزی 3 بار با من قهر میکنه. ناسلامتی ستاره بوده. تو هم ستاره ای؟ ما هممون ستاره ای. من از اون مدلام که هی میدرخشم و هی خاموش میشم. راستش از دیدنت خوشحال شدم. میخوای یه چیزی نشونت بدم؟ هنوزم ویو میخوره. 1200 ویو. عالیه. یه لحظه، مگه پاکش نکرده بودی؟ اون موقع عصبانی بودم، دوباره گذاشتمش. خجالت نمیکشی اینو به هم میگی؟ کامنت هم میذارم. ببین چه زوج خوبی، زوج جدید هنری. دستتون درد نکنه، خیلی به هم میای. عاشقتونم از دست اینا. خب چطوره؟ خوبه. گوگچه بیا بچه بازی رو بذاریم کنار باشه، میتونیم دوباره با هم کار کنیم. من خستم. خوشحال شدم. به آبجی ملکم سلام برسون. به روی چشم. یه نفر. و آماده باشین چون خبر بزرگ مثل بمب داره میاد. بمب اتمی بگم یا بمب هیدروژنی، همه جا رو این خبر پر کرده. در لیست اول خبرها قرار گرفته. آهنگی که همه دوست دارین، این یه رکورد هستش. معلومه که متوجه شدین از کی دارم حرف میزنم. ملیس رنگینده. هر چی که یه بسیده. ها، از صبح دارم با خودم میگم چرا حالت یه جوریه؟ همش حس میکردم یه مشکلی قراره پیش بیاد. آخرم پیش اومد. خیر باشه. ببینم میخوای از گوگچه؟ نه. ببینم تو چطوری؟ کارات چطوره؟ مامانت خوبه؟ چی داری میگی؟ منظورت چیه ها؟ نکن بچه جون. تو هنوز خیلی کوچولویی. انگشتات لازمت میشه. نه بابا. واسه چی اومدی حرف بزن؟ خب راستش تو گفتی مامانتو کنار زباله ها پیدا کرده بودی، درسته؟ ببین گوگچه دختر خوبیه و تا آخرم با هم رقابت دوستانه داریم، اما مامانمو بیاری وسط همه چی عوض میشه. حالا بزن به چاک. یالا برو سر کارت. یه لحظه. میدونی واسه چی کنار زباله ها بود؟ داره؟ واسه طمع خودش. اون مامان عوضی و آشغالت به کسی رحم نکرد. لیاقتش همون بود. چی میدونی که این حرفا رو میزنی ها؟ همه چی رو. ببین دور گوگچه رو خط بکش باشه. منم اشتباهی مامانتو بهت میگم. قبوله؟ رابطمونم خوب میشه. حالا برو
خسته نباشی داداش. ممنون آبجی، سلامت باشی. اومدم یه سری بزنم. کی باز میشه؟ چند وقتیه که بسته است، راستش مشتری هم نمیاد. شایدم کلن اینجا رو ببندن. فهمیدم. میگم احیانا جایی رو نمیشناسی که کارگر جدید بخوان پسرم؟ نه آبجی، نمیشناسم. باشه، خسته نباشی. سلامت باشی. الان قدر تعطیلاتو میفهمی مگه نه؟ ها؟ زندگی کارمندی خیلی فرق میکنه. اما به خدا توقع نداشتم. گفتم 2 روزه بیرونت میکنم. اما ایول طاقت آوردی مگه نه نازان؟ اما خیلی خسته میشی. تفلک چی میگفتن؟ تو زندگی باید زحمت بکشی. درست میگن. آقا حالیت، ممنون بابت حرفاتون. جدی میگم. کم کم پیشرفت میکنی. کارت اینجوری نمیمونه مگه نه حالیت؟ آره، اگه همینجوری سر عقل بمونه چرا که نه؟ دیدی برات سوپرمارکت باز کردیم مگه نه حالیت؟ حتما. خدا رو چه دیدی؟ شاید صاحب خونه و زندگی شدی. اوه. آره، نزدیک شما خونه میگیریم. اگه شوهرم پول داشت خونم میخریم. البته باردار که شدم باید کارم رو ول کنم. اما شوهرم حتما به خاطر ما به کارش ادامه میده. آخه میخوام خودم بچه هامو بزرگ کنم. اگه 2-3 تا بچه بیارم خوبه. نباید احساس تنهایی کنن مگه نه؟ تابستونام هممون میریم خونه مادر شوهرم. شاید 3-4 روزی هم تو هتل بمونیم. نه به خاطر خودم، به خاطر بچه هم میگم. اینطوری بچه هم راحت ترن. میدونم اگه سر عقل بمونم چه زندگی قشنگ جلو رومه. حتما سریال همه شبکه ها رو میبینم، همه شونو. بعد اینکه بچه ها بعد حمومشون خوابیدن بیکار میشم و با لیوان چاییم جلوی تلویزیون میشینم. واسه شوهرم هم میوه میارم. نه بابا ولش کن، زیاد بهش برسم چاق میشه. هر روز صبحم تو خونم هر کی یه طرفی میدوه. یکی میره سر کار، یکی میره مدرسه، منم به کارهای خونه میرسم. میرم خرید میکنم، غذا میپزم و اصلا نمیفهمم کی شب شد. آره باز دیوونه شد. بعدش باز صبح میشه. صبح شب، صبح شب. زندگی همینه مگه نه مامان؟ منم خودمو شکر میکنم و مثل شما گوشه خونه میپوسم. گوگچه میخوای کجا بری؟ بشین دخترم. تو بشین، از زندگیت لذت ببر. باشه انقدر بهش گیر نده. زده عشق تو بعد به سرم، واسه دیدنت گل بخرم. سلام. خوش اومدی. بیا تو. چیزی میخوری برات بیارم؟ نه میل ندارم. شما بشینین. باشه. تو حالت خوبه؟ خوبم یعنی مثل همیشه. گفتم بیام دیدنتون. خیلی وقت ندیدمتون. کار خوبی کردی. اومدم ازتون معذرت بخوام. نیازی به عذرخواهی نیست عزیزم. هست، خیلی هم نیازه. بابت همه چی معذرت میخوام.
من یه قهوه درست کنم 2 تایی بخوریم باشه؟ بگیر. ممنونم. خب کاروبارت چطوره؟ خیلی معمولی. بالاخره من شدم یه ماشین کار. تو فکر کار جدید هستم. این کارم هم خوبه، قابل تحمله. شایدم تو درست میگفتی، یعنی تو راه اشتباهی بودم. من بهت نگفتم تو راه اشتباهی هستی گوگچه. اگه بحث آواز خوندنه، به نظر منم قشنگترین کار دنیاست. مخصوصاً وقتی یه عده جلوت نشستن و گوش میدن. من فکر میکنم خوندن مثل باز کردن قلبت به روی دیگرانه، مثل جعبه جواهر. من به شهرت نگفتم. تو این کار هر جور آدمی که فکرشو کنی پیدا میشه. اگه بخوای تو آشپزخونه یه خونت هم میتونی آواز بخونی و لذت ببری، اما میدونم تو اینو نمیخوای. دقیقاً. تا جایی که میشناسمه تو فقط نمیخوای آواز بخونی دخترم. تو میخوای همه ببینن تو. وقتی یه جایی میری همه بشناسنت. میخوای مشهور بشی. من خیلی خوب درکت میکنم دخترم. فکر کنم شما از شهرت دل خوشی ندارین. تو گفتی بابات یادت نمیاد، درست میگم؟ یه خاطره یه کم رنگ، یه چیزای ماتی یادم میاد، کامل یادم نمیاد، حتی صورتش. یه دونه عکس هم ازش ندارم. اما جالبه دستاش یادمه. شایدم مغزم اشتباه میکنه، نمیدونم، اما یادمه چجوری موهامو ناز میکرد. حسش خیلی خوبی یادمه. از مامانم بپرسی میگه ما رو ول کرد و رفت، دیگه هیچی بهم نمیگه. میگم حداقل اسمشو بگو، همینم نمیگه. واقعا نمیدونم دلیل این کارش چیه. نه این حرفو نزن. بعضی از اتفاقا خارج از کنترل آدمه. یعنی شاید برای این کارش دلیلی داره. آره، همیشه یه دلیلی هست مگه نه؟ خیلی خنده داره. مثلا وقتی بچه بودم شوهر مامانم همش تلاش میکرد مثل بابام باشه. حتی بچم باشی میفهمی کی داره نقش بازی میکنه و من فهمیدم. بعدم مجبورشون کردم اعتراف کنن. بعدش آرامش خونمون از بین رفت. ببخشید سر شمارم به درد آوردم. این چه حرفی عزیزم؟ اما خوشحالم امروز دیدمتون. منم. میدونین اولین بار با حرف زدن در مورد گذشته آروم میشم. واقعا بابت همه چی ممنونم. اگه یه روز باباتو پیدا کنی؟ غیر ممکنه. اون باید منو پیدا میکرد. وقتی پیدا نکرده یعنی نمیخواد. منم این حقیقت رو قبول کردم. اما ته دلت میخوای پیدات کنه. بگذاریم بی خیال. واسه همینه که میخوای مشهور بشی مگه نه؟ نمیدونم. شاید اگه معروف شم
اگه معروف شم آدم ها هی میان و میرن مگه نه؟ اینجوری شاید بابامم اومد. همیشه اینطوری نیست. بعضی وقت هم برعکس میشه. پرنسس قرمز پوش من، ببین پسر، چند لحظه بعد یه جیگری میاد که نپرس، اصلا نپرس. ازت خواهش میکنم پسر، شرمندم نکن. باشه عزیزم، ماشین خودمی. ای صدا قشنگ. علی مژدگونی بده. خیر باشی. خیر دختر، خیره. پیدا کردم. خانواده‌مو پیدا کردی؟ مگه بهت قول نداده بودم ها؟ خب پس یالا بیا بریم. برنامه نداری؟ دارم اما پس یالا دیگه. چه ماشین خوشگلی. سلام کردیم ما. به محلمون خوش اومدی، صفا آوردی. قصد بدی نداریم، فقط میخوایم آشنا شیم. معلومه شما دارین چی میگین؟ به تو چه فسقلی؟ آبجیمو راحت بذارین برین پی کارتون. ارجان خیلی خوب. تو دیگه چی داری میگی؟ دارم میگم برین پی کارتون. ارجان ساکت شو. یالا شما هم برین. عصبانی میشی خوشگل‌تر میشی ها. میدونم باهات چی کار کنم عوضی. ارجان با تو هم ساکت شو. فسقلی حالتو میگیرم ها. با آبجیم کاری نداشته باشی. ارجان آروم باش. جرأت دارین بیاین جلو. میگم بیا بریم بیا. میترسین دیگه. ساکت شو ارجان ساکت شو. علی؟ این دیگه چه جور جاییه؟ نکنه اشتباه اومدی؟ خدا کنه اینطور نباشه. اومدم یه لحظه اومدم درو نشکن بابا. ملکه مامان وسایلا فروختیم. مامان خیلی دنبالتون گشتم. اشتباه میکنی دخترم. ما جایی نرفتیم، تو رفتی. مامان به نظرت بس نیست؟
بیاین دوباره با هم باشیم. منم خوشحال نیستم. در ضمن دادگاه بابام دادگاهش تموم شد. واسه بابات 6 سال زندان بریدن دخترم. 6 سال. مامان میشه با هم حرف بزنیم؟ من این رخت‌ها رو به صاحباشون تحویل بدم و بیام. مامان این مسخره بازیه چیه؟ بسته دیگه. ملکه هنوز بدون اینکه خجالت بکشی به من میگی که چی کار کنم؟ ها؟ هنوزم همون جوری؟ من خانواده‌مو تو کوچه پیدا نکردم که راحت ولشون کنم. باید با من بیاین. ما هیچ جا نمیاییم ملکه. خدا رو شکر ما به کسی نیاز نداریم. چجوری وقتی داری لباس مردمو میشوری اینجوری میگی مامان؟ فقط این نیست. پلم میشورم دخترم. زمستونم کارم همینه. هر روز کارم همینه، اما بازم کافی نیست. حق داری، اما بازم هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. مامان تو رو خدا یه لحظه گوش بده. چرا خودتو قاطی که همه چی میکنی؟ دوست ندارم کسی بهت تیکه بندازه. میخوای مثل اونو لات بازی در بیاری؟ اگه لازم باشه. ای بابا ببین اگه یه بار دیگه از این کارا بکنی به بابا میگم. ما که بابا نداریم. بابا برمیگرده باشه؟ برمیگرده. شما همه چیز منی. هر روز رو صورتم توف بنداز، اما تو رو خدا با هم بیا، محتاج مردم نباش. مامان خوشگلم، تو رو خدا مامان جون فقط قبول کن. قول میدم بابامو از زندان بیارم بیرون. اعتراض میکنیم یه راهی پیدا میکنیم. قول میدم. عزیز دلم، خیلی دلم برا تنگ شده بود. خیلی خوب، بریم پیش مامان. خوش اومدی دخترم. بیا عزیزم. ممنون مامان. عزیزم زلیش، من میگم که بیا با مامان صحبت کنیم و قانعش کنیم. از اینجا بریم، دوباره یه جا بشیم باشه. اما ما کمک تو رو نمیخوایم. این دیگه چه حرفیه آبجی؟ زلیش خودتو قاطی نکن. اگه قبول کنیم چجوری به روی بابام نگاه کنیم مامان؟ زلیش من بابا رو از زندان در میارم. بهت قول میدم فقط شما با هم بیاین تا مثل قبلا زندگی کنی. قول میدم. یعنی دیگه نمیری کاباره؟ واسه اسباب کشی به پول نیاز داری. آخه چرا نمیتونی بفهمی ما پولی که از کاباره بیاد و نمیخوای؟ آبجی چرا اینجوری حرف میزنی؟ من هر کاری به خاطر آینده تو و ارجان انجام میدم. مامانم به خاطر شما خیاطی میکنه، پله پاک میکنه، لباس هر کس و ناکسی رو میشوره. آبجی فکر میکنی این کارا واسه چیه؟ تا شما درس بخونین، واسه اینکه ارجان آینده خوبی داشته باشه. آبجی درس رو ول میکنم. چی؟ تو کاباره رو ول نمی کنی، اما من درسم رو ول میکنم. میخوام با مامان کار کنم. میفهمی چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ نمیتونی درستو ول کنی. زلیش عزیزم. آبجی دختر خوشگل من، میدونی چی داری میگی؟ تو امید مایی دخترم. تو باید درس بخونی و وکیل بشی. امید شکم و سیر نمی کنه.
متاسفم. به مدرسه هم اطلاع دادم. چی کار کردی دخترم؟ چی کار کردی؟ بابا نگهبان برمیگردم سلولم. ولی گفت دخترتونه. بابا اشتباه شده. بابا خواهش میکنم نرو. نمیتونین بهش دست بزنین. دارم میگم بابامه. بابا تو رو خدا وایسا گوش کن. اوضاع مامانم اینا بده. زلیش میخواد درسشو ول کنه. میخواد تو خونه با مامان کار کنه. اونا الان تو وضعیت بدیه. بابا خواهش میکنم. بابا میدونم ممکن نیست، یعنی همش خوب و خیال بچگونه است. من با یه منیجر حرف زدم که اونم حسابی گند زدم. بعدش هم از اجرایی که بعد سالها پیدا کرده بودم اخراج شدم. چرا اخراجت کردن؟ اونجا یه خواننده به اسم ملیس رنگین بود که با هم بد بود. همون ملیس رنگین معروف رو میگی؟ همون. خلاصه این که اون برد و من باختم. و تو اینقدر راحت عقب میکشی؟ خب چی کار میکردم؟ من هیچ وقت عقب نکشیدم. تو میخوای بی خیال شی؟ تو چشت ترس میبینی دختر جون؟ نه چه ربطی داره؟ دوباره ببین، عمیق‌تر نگاه کن. خب به چی باید نگاه کنم آبجی؟ تو هم یه چیزی میگی یا؟ گوگچه، باید با ترسات روبرو بشی. خب میخوام یه چیزی رو بلند بگی. چی؟ من میترسم. من میترسم. من واقعا میترسم. خوبه، الان به عمیق‌ترین نقطه چشمت نگاه کن. مهمترین قانون رو هیچ وقت نباید فراموش کنی. چیه؟ از ترسیدن نمیترسی. از ترسیدن اصلا نمیترسم. آفرین. دوباره میری ملاقات اون مدیری که گفتی، در حالی که یه گوگچه کاملا جدیدی. من نمیتونم بهت خوندن و یاد بدم. اون کارو بقیه انجام میدن. من به جاش بهت یاد میدم چجوری بقیه میتونن صدای قلبتو بشنون.